مسلمانی تو چی داده؟ نخواه تاجر باشه حق مسلمان بخوری. و بنابراین به خاطر رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن التاجر الصدیق الامین مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین یوم القیامه. حدیث امام ترمذی است. تاجری که در تجارت دروغ نمیگه، تاجری که در تجارت راستگویه، راست قوله، ببینید تهمت نمیکنه، زبانش تازه پاکیزه، به ذکر خدا مشتاق است، دائم در تجارت هم باشه ذکر خدا میکنه، حقارت دشنام نمیکنه، دروغ نمیگه. در بخاری روایت میشه 3 طایفه در روز قیامت پروردگار با آنها خصم دارد. یعنی پروردگار که عزوجل در روز قیامت با آنها روز قیامت مخاصمه میکنن، این دشمنی آنهاست. یکی کیست؟ گفت تاجر در تجارت دروغ میگه. دویمش تاجر در تجارت قسم به نام الله میخورد تا اینکه مردم باورش کنند، مردم فریب کنند. سیومش یک انسانی بای بچه ماشینش یا خانهش مردی کار میارد تعمیر میکنند، حق آنها را نمیدهد. ولی ما این چیزا را بسیار میبینیم. میگن فلان چون مسجد ساخته، بعد در یک جای دیگه میشینیم میگن آخه همون مرده که بای بچه مسجد ساخته، من به همون حتی بعضی ای کارگراش با خوردم که میگه حق کاری ما رو دیگه نیست. بدونه که در روز قیامت این مسجداش فایده نمیکنه. برادر عزیز، بدترین گناه میدونید شما این حق مردم رو خوردن است. در روایت احمد بار پیغمبر صلی الله علیه و سلم در صحن مسجد میگه به طرف آسمان نگاه کرد، چشمای مبارک میگه حرکت میکرد، گفت سبحان الله سبحان الله. یک کارده بسیار تعجب کرد. سبحان الله یک کلمه تعجب آور برای مردم عرب است، ولی ما اگر یک کار حیرت آور ببینیم واه میگیم واه هم سبحان الله. با اصحاب گفتن که یا رسول خدا برای چی تعجب کردی؟ گفت حال جبرائیل برادر اومد ذکر رجل قتل فی سبیل الله، یک جوان مرد را در پیشم نقل کرد که در راه خدا جام شهادت نوشیده، 3 مراتب با آرزوی خود رسید جام شهادت نوشید، لم یدخل الجنه و علیه دین، دیگه نمیمونه جنت داره برای که مردم قرض داره. حالا که شهید در ابو داود روایت میشه رسول خدا رو پرسیدن که حاضر در جنت یگون کس هست الان در جنت هست؟ که ها قیامت میشه به هر کس به نامه اعمال و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، ترودون رو میمونه نامه اعمال و ثواب اگر وزنش بود جنت میره، و اما من خفت موازینه فامه هاویه، کسی اگر نامه اعمالش گناهش زیادتر شد او را مادرش حاویه جهنم و دوزخ هست. یعنی گفتن گفت بله حالی گفت در جنت هست. گفت چند نفر که گفت النبی فی الجنه و شهید فی الجنه و الموعود فی الجنه. گفت پیغمبرا در جنتن، شهیدا در جنتن، فرزندانی که زنده بگور شدن در جنتن. اما فرزندای زنده بگور شدگی در زمان مشرکا دختر تولد میکردن، زنده و زنده میبردن در قبرستان اونها رو زیر خاک میکردن. برادرای عزیز، اگر در خانه‌های شما همه خیل گناه باشد پیش راهش بگیریم، وگرنه غضب خدا بالای سرتان میاد. امروز همه ابورت‌های بی‌عذر که در خاندان ما است، کلانتون رو ابورت میکنین، دخترتون رو ابورت میکنین، زنتون رو ابورت میکنین، به عذر شریعت، به فتوای مفتیات اگر همه کار داد دست بزنین شما جنایتکارین، حکم فرزندکش شده. امام بخاری در روایت میشه عبدالله بن مسعود میگه رسول خدا پرسیدم ای ذنب اعظم عند الله، بزرگترین گناه در نزد خدا چه یا رسول الله؟ گفت ان تجعل لله ندا فهو خلقك، نسبت خدایی که تو یگانه است تو خلق کردگی تو میگی که شرک به خدا میاری، غیر خدا رو پرستش عبادت میکنی، یا خدا یگانه الله احد الله الصمد، خدا یگانه میگی نه خدا دو تا، یت در زمین یت در آسمان. چهل بود پرستا بودن هم خیلی عقیده داشتن. یا الله لم یلد و لم یولد، پدر و مادر کسی نیست، فرزند کسی نیست. بعضیان میگن نه عیسی بچه خدای، نعوذ بالله. خوب بسیار به خداوند فرزند قائل میشوند، زن قائل میشوند، عائله قائل میشوند.
یعنی شرک به خدا آوردن. گفت ثم عیو، بعد از این بدترین گناه چیه؟ گفت ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، فرزند خود را میکشی از خوف و بیم و ترس آنه که این تولد میشود و تو فقیر و کمبغلی ای کجا اینا میخورانه میپوشونی. نه ما در بطن مادرت بودی یگون دریچه یگون سوراخی نبود که نفس حتی در آید، نفس آزاد اکسیژن در این 9 ماه کی تو را در اوج نفس داد، کی تو را در اوج شرایط زندگی تو مهیا کرد. وقتی یک تنه تو 4 تاشو در تاجیکستان دیدیم، تا 10 تاشو در روسیه دیدیم که در کانال های روسا نشان داد که یک زن 10 فرزند تولد کرده. یک بار شما اندیشه کنید رزاق آن پروردگار است که در بطن مادر نکم از 9 ماه ما رو در اوج جای داده. او در 9 ماه او رو نفس دادن، او رو حیا دادن، او رو زندگی دادن، در اوج او رو تربیت و تعلیم کردن که آوازی کسی رو نمیشنود، آوازش به کسی نمیرسد. خیلی مشکله. حال به دنیا نه آمده فرزند تو، الکی پیستان مادر رزق او رو خداوند 2 ساله 2.5 سالش ذخیره کرده. دیده شما سفید یگان گرد و غبار نداره. علا در قرآن میگه یک بار شما نگاه کنین نمو شیره که می نوشین ای بین چی با میره بیرون میکنه؟ من بین فرسین و دمین، از داخلی نجاست، از داخلی خون و زرداب من یک شیر سفید میبرورم بیتم تا اوجی یگان فیلتر خیتایی موندگی نیست در بطن مادر که آورده در پیستان بیاره با خیتایی رو تعریف کرده بگردی. آورده در پیستان مادر قرارش میتید بین خون و زرداب یگان گرد چیر نه. تمام درمانگاه ها میدروی صورت یا مادر در دست یک سفلک زیبا، پیستان در دهانش نویستگی. خودی مسلمان و غیر مسلمان قائل به آن هستند که برای آن طفل که شیر مادر میخورد دوای بهترین، غذای بهترین، ویتامین بهترین شیر مادر است. تمام ویتامین ها رو دارد. در زمستان شیرگرمه، در تابستان سلخینه. در 2.5 سال ببینیم که ویران نمیشود، نه ترش میشود، نه میبروشه. اگر مادر میدود، اگر مادر خواب میرود، اگر مادر عرق میکند، خنک میخورد، شیر یگان چی نمیشود. به اصطلاح زمانگی هم پرسراش نمیشود. همون خداوندی که رزق روزی تمام ما را و فرزندای ما را آماده کرده، الله به خودش میگه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. شما فرزندان خود را از ترس گرسنگی نکشین، ما هستیم که آنها و شما را رزق میدهیم. مثلا یک انسان پدرش از دنیا میگذرد، اگر ما بگیم که رزق ما در مثلا کسی پدر مونه دست پدر از دنیا گذشت 20 سال 30 سال پدر رفته، یک خیلی بودک مادرش تولد میکنه مادرش میبره. حالا سری فرزند میره میگیم که مادرش میبره، یا پدر مادر میبره. اون یک صدمه اتومبیلی شد، پدر مادر بره بودک خودش تا کمون با نزدیکی خودش تا قا نمرده گشتگی تش نگیره. خداوند با واسطه یک کسی که روز دو رفتار میگیره. زمان حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا یک زن زنا کرد. با اومد گفت یا رسول الله اینی زنیتو، من زنا کردم. با گفت چی بخواهی؟ اريد ان اطهرم، بخواهم که مرا تازه و پاکیزه کنی. وقتی زن شوهر ده یا که مردا که زن دیگه زنا کنه حکم میگه سنگسار تا مرگ بشه به شریعت. با گفت سلامتیت خوبه؟ خوبه سلامتیم. خواهش میکنم مرا رد نگردون. اگر باور نکنی گو من ای همین کار حرام گو فرزند دارم در بطنم، این حامله شدگیم ولد زنا دارم. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گو اخی حکم تو همینه که باید ما تو رو سنگسار کنیم. اگر حال ما تو رو سنگسار کنیم حیات زندگی فرزند وابسته به حیات تو دارد. اگر حال تو حیاتت قطع شود از دنیا گذاری وفات کنی این فرزند هم میمره. گو و با چی جواب میتونی برای فرزند؟ راو گفت تو تولد نکنیش نیام و میتونیست برای و دیگه نگرده.
پیغمبرم جستجوش نمیکرد، میگفت توبه کرده به خدا خودش. لیکن وقتی که رفت بعد از اون 6 یا 7 ماهی که گذشت تولد کرد، فرزند گیری در یک لطه پیچوند و آورد که یا رسول الله اینو گفت تولدش کردم، از همون کار حرام اینم فرزند شده. اگه بیا منو گفت تازه که ما شرمنده در نزد پروردگارم در روی زمین تازه پاکیزه خداوند به زنا فساد کردم. حضرت گفت 2 سال باید از پیستان تو گفت بخورد، رزق روزی در پیستان هیتای را گفت 2 سال پس از پیستان رو در شرک جدا کردی و بیاروش. 2 سال گذشت میگه آمد و فی یده کسرت من الخبز، حتی در روایت احمد آمده میگه در دست کودک یک گوشت چی هم داد، نان هم داد که بیا بریم با پیغمبر بو نگردونه مرا مادر، بیا بریم در پیش پیغمبر بخو همیرا. میگه اول یا رسول الله این دندان برآورده خودش نان میخوره دیگه، اگه من خواهش میکنم مرا تازه و پاکیزه کن. در حضرت گشت مردم خطاب کرد گفت که بخواه جنت با همراهی من زندگی کند، همسایه در با دیوار باشه ما دیگر هر روز ببینیم. حضرت عمر میگه ایجاش خیز گفت یا رسول خدا ما هستم که آرزو دارم در جنت همسایه شما باشم، چی خدمت کنم؟ که ولی مادر ایرا گفت ما سنگسار بکنیم، این به مادر میمونه به پدر میمونه، همین کودک بگی گفت سرپرستش کن. حضرت عمر میگه گرفت قبولش کردن و ایرا بردن سنگسار کردن. وقتی سنگسار کردن یک سنگ میگه در چهرش رسید، خونش به حضرت خالد رسید. به خالد گفت که خدا ترگینه و به همین خونی کثافت حرام بود بدن ما به نماز کرده که پیغمبر شنید. محلا یا خالد. خالد گفت خب کن آرام شو، والله قسم توبه صادقانه که این زنا کرده اگر 70 گناهگار دوزخی مدینه دا تقسیمش کنم همه باید به شرافتی توبه همه گفت باید دوزخ آزاد بشون. دیدی که همین کودک به پدر به مادر مون آیا گشنه و تشنه مون جنایت وزین در یه پیشتر همین آدم های کلان در همه یک بار میکنه اگر گاوشون گوسالش بپرتاف یا میمرد یا چقدر غمگین میشه بودن مصیبت میشه در خانه مسلمان تاجیک. ولی کودک غلطاندن افتاندن یک طرف بیسته چقدر غمگین میشدن. یکی امروز چی بالا زده چی در زده که ای خدا نمیترسن دیگه. ولی بعضش بعضش میده در همون تلویزیون نشون میداده وجود میگفته دختره میگفته در کونش بگیرش. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم ما بشر به ایمسکو علی هون ایمدوس فی التراب. این آیات برای مشرکای زمان پیغمبر که دختراشون زنده بگور میکردن ای دختر راضی نبودن تولد شدن برای آنها نازل شده. اینه که مفسرین کرام میگن هر کسی در هر دور زمان ای تولد دختر خفه بشه و ناریضا میشه و غمگین میشه و انمی آیات برای همام نازل شده. فرزند همش مالی پروردگاره، امانت خداونده، باید ما خرسند و خوشحال شدیم. بعضی‌ها در ناخون فرزند دارن. یک علیشیر عثمانوف در ازبکستان بای بچه همش میشناسن شد چقدر بای پیشی ازبکستان های. اگر بعضی بای بچه ما با یک ماشین 200,000 مثلا اینقدر فوکشون با آسمان برسه یک کسی پسند نکنه و مردک سمالیات شخصی دارد، زواد و فابریکه دارد، تمام مال دنیا رو پروردگار یخت دارد، کربل دارد، ساختمان الیت پیش رسیه در اختیار شد. پوتین نگاه کو ماهش ده هیچی نباشه یا بار در کرمل قبولش میکنه. ازبک مسلمان های ازبکستان های نکی فرزند نداره. تمام مال دنیا رو خدا داده شد. خدا میگه عثمان رو همه مال دنیا رو میتونم تو فرزند داد نمیتونم چیکار میکنی؟ ای دست چی میبیاید؟ با کجا داد و فیقانات میرسه؟ کجا شکایت کرده میتونی؟ غضب خدا رو بالای سرتون نیارین. تولد فرزند حامل شدن کلونای شما فرزندای شما یا همسرای شما برای شما فخر باید باشه. در روایت خواندم میگه زن مسلمان وقتی که ای حلالی حامله میشده همین ای شوهر حلالش حامله میشده
رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه اما مدت حملش چند ماهی که میگذارد به مثل مجاهد در راه خدا ثواب منویسن شد. همین دخترکای شما حامله شد، چهرن شما یا همسر شما حامله شد، با آنها بفهمونین فخر شما یکی شما خوابین ثواب مجاهد در نامه اعمالتون نوشته. حتی میگه تولد کرد اگر مرد ای دنیا گذشت حکم شهید دارد، اگر زنده مون 2 سال دیگه که شب و روز ایدمی همون کودک بیچاره زحمت میکشه، ساعت 2 شب کودک گریه میکنه میخیزه شیرش میتیه، حکم آن ندارد که جهاد کرده در راه خدا. چقدر اجر و ثواب دارد، چقدر فایده های دنیا و آخرت برای